الله تعالی به آدم علیه السلام و حوا امر کرد که به زمین فرود آیند تا زمین را آباد کنند و در آن کشت و زندگی کنند. آدم و حوا با سعادت و خوشبختی زندگی میکردند و دهقانی میکردند و میخوردند. پس حوا حامله دار شد. ماه‌ها گذشت و آنچه را که در شکمش بود به دنیا آورد. دوگانیک تولد کرد، یک پسر و یک دختر. پسر را قابیل نامیدند. خواهرش بسیار زیبا بود. باز ماه‌ها گذشت و حوا حامله دار شد. باز دوگانیک مثل پیشتر تولد کرد. پسر را هابیل نامیدند. لیکن خواهرش مثل دوگانیک قابیل زیبا نبود. پسران کلان شدند و قابیل به کشاورزی مشغول شد و هابیل در چراگاهی. و خواهرانشان کلان شدند و زیباییشان افزود و باید که خواهر دوگانی که یکدیگر را بگیرند مطابق شریعت آن زمان. هابیل به خواهر دوگانی که قابیل که از خواهرش زیباتر بود میل داشت و میخواست او را به زنی گیرد، چون او نیز به هابیل میل داشت. اما قابیل در این حال آرام نگرفت و به خواهرش حسد میبرد، او را برای خود میخواست. اما آدم علیه السلام راضی نشد و در اینجا شیطان به قابیل وسوسه میکرد، چنان که به پدرش آدم علیه السلام وسوسه کرده بود و او را باور کنند که هابیل از تو نفرت دارد و کینه و بدبینیش به برادرش شدت گرفت. آدم علیه السلام درباره این مشکلی بسیار فکر کرد و از قابیل و هابیل طلب کرد که قربانی کنند و هر که قربانی او در نزد الله قبول شود، این خواهر زیبا نصیب او می شود. قابیل از حاصل زراعتش بدترینش را آورد و برای قربانی گذاشت. هابیل یکی از بهترین گوسفندانش را ذبح کرد و به قربانی آورد. آتش از آسمان فرود آمد، قربانی هابیل را فرو برد، یعنی قربانیش را الله پذیرفت. قابیل پس از فهمیدن اینکه قربانیش قبول نشد و خواهر زیبایش را به دست نآورد سخت غضبین شد. شیطان به او وسوسه میکرد که برادرش هابیل را به قتل رساند برای به دست آوردن خواهرش. قابیل به برادرش گفت که میخواهد او را بکشد. هابیل گفت من دست به تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم. و چون دید که قصد دارد او را بکشد به او گفت اگر این کار را کنی از اهل آتش خواهی بود. روز هابیل به خانه برنگشت. آدم علیه السلام به قابیل گفت که به جستجوی برادرش هابیل رود. او برادرش را جستجو میکرد. ناگهان دید که هابیل خواب است. نفسش او را به کشتن برادرش ترغیب کرد و سنگی کلان را برداشت بر سر هابیل زد و او را به قتل رسانید و این اولین قتل در روی زمین بود. سپس در پهلوی جسد برادرش ایستاده از کاری کردهش پشیمان شده گریه میکرد و حیران شد که جسد برادرش را چی کار کند. هنگامی که او حیران به هر طرف می نگریست، ناگهان زاغی را دید که زاغی را کشت و زمین را کوفته و زاغ مرده را دفن کرد. خدا این زاغ را فرستاد تا زمین را بکوبد و به او نشان بدهد که چگونه جسد برادر خود را دفن سازد. او گفت وای بر من، نخواد نتوانم مانند این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم. از این روز زمین را کافت و جسد برادرش را به خاک سپارید. قبر هابیل اولین قبر روی زمین بود. الله مهربان این قصه را در سوره مائده ذکر می کند و می گوید وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا
إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الناس.